حدیث قدسی، آثار جاودانی اطاعت الهی. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، همانا من بی نیاز هستم که محتاج و فقیر نمی شوم. مرا اطاعت کن، تو را نیز بی نیاز کنم که محتاج کسی نشوی. ای فرزند آدم، من زنده هستم که نمی میرم. مرا اطاعت کن، تو را نیز زنده قرار دهم که نمی میرد. ای فرزند آدم، همانا من به شیء می گویم چنین و چنان شو، می شود. تو نیز مرا اطاعت کن، به چنان قدرت تو را می رسانم که به هر چه بگویی چنین و چنان شو، می شود. عدت الداعی، صفحه 291.